آقا والله ما ناشکریم، به خدا ما ناشکریم. ببین اینجوری با خداش حال میکنه، اینجوری عشق میده به خداش، قدر اون لحظات و محصولاتش و چیزایی که داره رو داره، قدرشون رو داره، بهشون عشق میده. طرف با این ضعف جسمانیش توی این زمینی که داره توش میره، قبلا که باغش بوده، اومدن اونجا دارن خونی میسازن، بعد این از قبل اونجا گیاه کاشته بوده، اومده گیاه و اون محصولش رو داره میکنه بوته به بوته یا توشون پیدا میکنه. ببینید توی یه سری جا هستش هنوز داره میاد اونا رو میکنه میبره اونورتر میکارتش. اینا هستن که قدر شناسن. واقعا ما قدر نمیدونیم، واقعا ما ناشکریم. ببین پاشو ببین.